عرض ادب. من داشت امیر اومدیم آبشار ایگله بکنم. یه بالا خیلی راه بود، وسایلمون زیاد بود نرفتیم. خدا شمیر اومدیم اینجا. ما نیم ساعت 40 آتیش روشن کنیم. یه چای آتیشی قشنگ درست کردیم. داشمیر چاشنی زده تو غذا. اون گل کاره زده. ولی خدایش میارزید. از ساعت تقریبا یه رو به 8 اینا شروع کردیم. الان 8:42 دقیقه. یک ساعت دقیقاً اینجا بودیم و تازه می‌خوایم صبحونه بخوریم. چای همتون خالی، دوستتون دارم.